الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من حكم بين الناس بحكم رب العالمين وعلى إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه هفتم از کشف شبهات اهل بدعت در مسئله حکم نمودن به غیر حکم الله و رسولش می باشد. در حلقه های گذشته به شما بیان نمودیم که پیرو شدن از هدی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این از مقتضا و طلبات اشهد ان محمد رسول الله است. اطاعت کردن رسول صلی الله علیه و سلم و متابعت کردن و پیرو شدن در هدی و منهج و برنامه رسول صلی الله علیه و سلم این توحید است و این توحید متابعت است. و بیان نمودیم که هر کسی که هدی و منهج غیر رسول الله صلی الله علیه و سلم را از هدی و منهج رسول الله افضل می‌داند، اسلام این انسان شکسته است و نابود شده است و به نواقض الاسلام واقع شده است و توحید متابعتش نابود شده است و البته کافر شده است. این چنین معنای هدی را به شما بیان نمودیم که هدی رسول الله یعنی منهج رسول الله، برنامه رسول الله، دین رسول الله، شریعت رسول الله، سنت های رسول الله، امر و نهی رسول الله، حلال و حرام کرده رسول الله، جهادهای رسول الله صلی الله علیه و سلم، نظام دولتداری رسول الله و این چنین حکم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، همه این از هدی رسول الله است. خبرهای رسول الله صلی الله علیه و سلم همه اش از هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بارک الله فیکم. همه این صحبت را شما فهمیدید. امروز باشد باذن الله تعالی به شما کامل بودنی هدی و برنامه و نظام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و شریعت و دین رسول الله صلی الله علیه و سلم را به شما بیان میکنیم. برادرانم و خواهران موحدم، بدانید که تمامی مسلمان ها و غیر مسلمان ها، تمام بشر، تمام بشریت اجماع کرده اند، تمام عاقلان اجماع کرده اند که شریعت رسول صلی الله علیه و سلم و هدی رسول صلی الله علیه و سلم و سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و خلقش این بهترین شریعت و دین و سیره و اخلاق و آداب است. گرچنده که امروز میبینیم که یهود و نصارا و مشرکین گویا که دین من و شما را یعنی دینی کامل و دینی زیبا و دین خوب نمیدانند، اما در درون اونها بین خودشان معروف است که دین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، شریعتش، نظامش و هدیش و منهجش بهترین است و شب و روز این هدی رسول الله را می آموزند، استفاده می برند و زندگی خود را به همین واسطه پیش می برند، گرچنده که قبول ندارند، دیده و دانسته رسول الله را قبول ندارند، اما راه رویشش را استفاده می برند. پس بارک الله فیکم، اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با کاملترین راه، با اکملترین راه و رویش، با اکملترین شریعت آمده باشد و بهترین راه و بهترین منهج، بهترین حکم این حکم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد، پس به من و شما واجب است، به هر یکی من و شما فرض عین است که پیروی از این هدی رسول الله بکنیم، از منهج رسول الله بکنیم، از راه و رویش رسول الله بکنیم، خبرهایش را تصدیق بکنیم، حلال و حرام کرده اش را بجا بیاوریم، امر و نهیش را بجا بیاوریم و حکمش را تطبیق بکنیم و شریعتش را قبول بکنیم در همه زمان و در همه مکان.
برای ما واجب شد، یعنی فرض عین شد پیروی کردن و عمل نمودن به شریعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و رضا شدن به این منهج زیبای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. سبحان الله. پس این منهج خیر البشر، هدی خیر البشر، افضل ترین خلق، خاتم الرسول، صادق المصدوق، این در حقیقت کاملترین، افضلترین، زیباترین هدی است. دلیل برای این که هدی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کامل شده است، پوره شده است، هیچ نقصی و کمبودی بر خودش ندارد، دلیل ها در این مسئله بسیار است و یکی از اون سوره مائده آیت 3 است. یکی از دلیل ها که الله سبحانه و تعالی میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. امروز دینتان را برای شما کامل قرار دادم و نعمتم را برای شما پر شده قرار دادم و رضیت لكم الاسلام دینا و اسلام را برای شما همچون دین رضا شده قرار دادم. سبحان الله. پس الله سبحانه و تعالی در این آیت شریعت را، دین را، ارسال شدن رسولان را و هدی و منهج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را پره و کامل اعلان کرد. دین ما، نظام دولتداری، شریعت، منهج رسول الله، منهج پره و کامل و بی نقصان است که به تمام زمان و مکان تطبیق می شود، مناسب تمام زمان و مکان است. پس آیت دوم که دلالت به کمال منهج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، به کامل بودن هدی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت می کند، این سوره آل عمران آیت 85 است که الله میگوید و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه. هر کسی که غیر الاسلام دیگر دین را قبول بکند، دیگر حکم را قبول بکند، از او قبول نیست. هر کسی که غیر از اسلام، غیر از دین اسلام، غیر از اسلام دین را، حکم را، نظام را بخواهد، داند که در نزد الله این عملش قبول نیست. این هم دلالت می کند که شریعتی که کامل است، دینی که کامل است، منهجی که کامل است و ما مأمور گشته ایم از جانب الله سبحانه و تعالی که پیروش بشویم، اطاعتش بکنیم، این اسلام است، دین اسلام است، شریعت اسلام است، منهج و هدی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بارک الله فیکم. الله در سوره آل عمران آیت 110 بهترین امت بودن امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بیان میکند و میگه کنتم خیر امت، شما بهترین امت هستید که از بین مردم برآمده اید، که شما امر به معروف میکنید و نهی از منکر میکنید و ایمان به الله دارید. بارک الله فیکم. این چنین آیت های زیادی دیگر از سوره نساء آیت 125، سوره مائده آیت بگویم 5 که الله میگه و من احسن من الله حکما. از الله دیده کیست که حکمش زیباتر باشد؟ این استفهام انکاری معناش این است که یگان حکم از حکم الله سبحانه و تعالی دیده زیباتر وجود ندارد. زیباترین حکم ها، زیباترین نظام ها، زیباترین شریعت، زیباترین حکم، زیباترین دولتداری، این حکم الله سبحانه و تعالی است که منهج و هدی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از همین حکم الله است، از جانب الله است. بارک الله فیکم. پس ببینید در خطبه خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است، وقتی که رسول الله خطبه میکردند در روزهای جمعه میگفتند و ان خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم، بهترین هدیه، بهترین راه و رویش، بهترین منهج،
بهترین برنامه زندگی، برنامه دولتداری، این هدی و منهج و حکم و راه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خود پیامبر بیان میکردن، هر روزی هر خطبه میگفتن بهترین هدی محمد صلی الله علیه وسلم است، که امام مسلم رحمه الله در صحیح مسلم این را چی کردند؟ در کتاب صحیحشون روایت کردند. و این چنین یک روز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمر ابن الخطاب رضی الله عنه را دید که در دستشان یک ورق از تورات را دارند. رسول الله صلی الله علیه وسلم به عمر گفتند لو کان موسی ابن عمران حیا ما وسعوا الا ان یتبعنی. ای عمر که در دستت ورق تورات را داری، بدان و بفهم که اگر موسی ابن عمران زنده می بود هیچ علاج نداشت بجز این که پیروی از من بکند، پیروی از منهج من بکند، پیروی از هدی و برنامه من بکند. این روایت صحیح است که امام احمد در مسندشان و نسائی در سننشان روایت میکنند که به عربیش آمده است عندما رآه حاملا ورقة من التوراة لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعوا الا ان يتبعوني. و این دلالت میکند، در این روایت دلیل است به کمال هدی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. این روایت دلالت میکند به این که هدی رسول الله، راه رویش رسول الله، حکم رسول الله، شریعت رسول الله، منهج رسول الله، دولتداری رسول الله، تمام حرکت رسول الله کامل است، افضل ترین است، بهترین است. اگر موسی علیه السلام آنی که الله قطعش صحبت کرد کلمه الله، از شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازت بیرون شدن نداشته باشند، از حکم رسول الله اجازت بیرون شدن نداشته باشند، خودشان از پیش خودشان دیگر راه، دیگر حکم برای ساختن حق نداشته باشند، پس بنگرید که آیا دیگر کسی میتواند؟ هیچ کسی نمیتواند. هیچ کسی نمیتواند. حضرت موسی اگر زنده باشند، حضرت عیسی اگر زنده باشند، تمامی پیامبران اگر زنده در این دنیا باشند، یگان نفری اونها حق ندارند که خودشان نظام سازند، خودشان حکمهای را سازند، حلال و حرام سازند، منهج سازند، کتابی نوی سازند، نام نوی گذارند. حق ندارند. همه اونها وظیفه دارند، به همه اونها فرض عین است. الله از اونها میثاق گرفته است، وعده گرفته است که لتؤمنن به ولتنصرنه. ایمان به محمد صلی الله علیه و آله میارند، نصرتش میدهند، حتما به منهج رسول الله، به هدی رسول الله صلی الله علیه و آله چنگ میزنند، پیرو میشوند. سبحان الله. اگر موسی و پیامبران حق نداشته باشند، پس چی برسد به دیگران؟ دیگران اصلا حق ندارند که از هدی و منهج رسول الله صلی الله علیه و آله بیرون بشوند. و دلیل دیگر این عیسی علیه السلام هستند، خیلی که دلالت ها بر این دلالت میکند که وقتی که آخرت نزدیک می شود، یکی از علامت های روز قیامت این است که عیسی علیه السلام از جنت به پایان به اذن الله نازل می شوند به زمین. حالا عیسی زنده هستند، ما قتلوه و ما صلبوه بل رفعه الله الیه. عیسی را هیچ کسی نکشت، عیسی علیه السلام را هیچ کسی صلیب نزد، بلکه الله به نزدش برداشت. در آسمان دنیا در جنت زندگی می کنند و پیش از روز قیامت نازل می شوند. وقتی که نازل می شوند لا یحکم الا بشرع محمد صلی الله علیه و سلم، در روی زمین حکم نمی کنند بجز به حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم. عیسی وقتی که نازل به این دنیا می شوند از جنت، دانید که به هدی و منهج رسول الله چنگ می زنند، به هدی و منهج و به حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم می کنند، به غیر شریعت الله و رسولش دیگر حکمی را تطبیق نمی کنند. پس این همه دلالت می کند که هدی و منهج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کامل است، شامل و در برگیرنده همه زمان و مکان است. اگر شما بگویید که امروز به نهایت زمان پیش رفته است و زمان رسول الله 1000 سال و
1,500 سال در عقب ماند. به همین خاطر امروز به هدی و منهج رسول الله ما دولت داری یا که حکم کرده نمیتوانیم. پس عیسی علیه السلام وقتی که می آیند چگونه به حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم میکنند؟ عیسی وقتی که علیه السلام می آیند بعد از چندین هزار سال پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخر زمان بعد از من شما به حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم میکنند. این دلالت میکند که حکم، هدی، منهج و شریعت اسلام و دولتداری اسلام مطابق همه زمان و مکان است. این دعواها دروغین است که امروز عصر پیش رفته است و اون روز عقب مانده است و این دعواهای مشرکین و مرتدین و منافقین است. دعوای اهل توحید این نیست. پس بدانید که هر کسی که هدی و منهج و راه و رویش، حکم و دولتداری غیر رسول الله را افضل از هدی رسول الله می داند، حکم غیر رسول الله را افضل از حکم رسول الله می داند، یا که هدی و منهج و حکم غیر رسول الله را پیرو شدنش را جایز می داند، این کافر است. این کافر است. این کافر است. دلیلش از کجاست؟ دلیلش از قول الله سبحانه و تعالی است که در سوره نساء 51 آمده است. الله میگه الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الكتاب، آیا ندیدی اونهایی را که نصیب از کتاب به اونها داده شده است؟ یعنی اونهایی که به اونها کتاب نازل شده است، آیا اونها را میبینی که یؤمنون بالجبت و الطاغوت، ایمان به جبت و طاغوت میآورند، یعنی ایمان به طاغوت میآورند و میگویند و یقولون للذین کفروا، میگویند به آنهایی که کافر شدند هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا، یعنی کافرها را هدایت یافته تر، منهج کافرها را افضل تر، حکم کافرها را خوبتر و افضل تر در زمان خودشان از منهج و هدی ایمان آوردگان میدانند. سبحان الله. یعنی معنای این آیت همین است که الله سبحانه و تعالی میگوید آنهایی که ما به آنها کتاب نازل کردیم، در نزدشان کتاب است، رسول الله به آنها نازل شد، حق به آنها آشکار شده است، اما بعد از این همه بیان حق، بعد از این همه آشکار شدن حق، باز ایمان به طاغوت می آورند و می گویند، یک ایده می گفتند بعد از فهمیدن حق به طاغوت ایمان می آوردند و می گفتند که آنهایی که کافر هستند هدایت یافته تر هستند، آنهایی که کافر هستند منهجشان، برنامه زندگیشان، حکمشان، دولتداریشان از ایمان آورده ها به الله دیده افضل ترند. اینها کافرند. این برای چی؟ برای اینکه اینها ایمان به الله نآوردند، ایمان به جبت و طاغوت آوردند، به شیطان و طاغوت ایمان آوردند. پس ای کسانی که امروز منهجی ساخته غرب را، منهجی دولتداری ساخته کفار را، لیبرالی را، علمانی را در همین زمان افضل می دانید، در همین زمان مردم سالاری می دانید، در همین زمان بجز این حکم برآورده شریعت دین ساخته غرب دیگر دین را شایسته حکم و دولتداری نمی دانید، همین را بهتر و افضل می دانید. بدانید که شما کافر گشته اید، شما کافر به الله شده اید و ایمان به طاغوت آوردید، کافر به هدی و منهج رسول الله شده اید و ایمان به هدی و منهجی کفار آورده اید و شما اعتقاد کرده اید که هدی و منهج کفار بهتر از هدی و منهج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. سبحان الله. و این آیتی گفته همو دلالت میکند به کمال هدی رسول الله، و این که بهترین هدی، بهترین راه، بهترین منهج، بهترین حکم، بهترین نظام، بهترین دولتداری این هدی و منهج و حکم دولتداری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. پس بار دیگر تکرار میکنیم که تمام مردم، حتی مشرکان قریش اقرار میکردند که در حقیقت راه و رویش، منهج، دولتداری، حکم رسول الله بهترین بود، افضلترین بود، خلقش کاملترین بود، طریقهش بهترین بود. برای همین امکی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ابو طالب که کافر وفات کرد می گفت ولقد علمت بأن دین محمد
من خیر ادیان البریت دینه. به تحقیق من دانستم که دین محمد صلی الله علیه و سلم از بهترین دین هاست که در روی این زمین وجود دارد. مشرکین اقرار میکردند. قریش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را صادق میگفت، امین میگفت، و این دلالت در حقیقت به کمال هدی و منهج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکند. پس امروز قوم هایی که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده اند اعتقاد میکنند که، اگر بگویم صوفی ها اعتقاد میکنند که طرق صوفیه بهتر از طریق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و هدی و منهج و راه رویش شیخشان بهتر از هدی و رویش راه و رویش محمد صلی الله علیه و سلم است و اعتقاد میکنند که واجب است که به شیخایشان، یعنی به همون اولیاشان پیرو کرده شد، نه به طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. سبحان الله. حتی این صوفی های غلات مریدشون که هر یک مریدی که از راه و رویش صوفیگیشون بیرون شد اون رو تکفیر میکن. میگه هر مریدی که از راه صوفیگی بیرون شد، از منهج اهل تصوف بیرون شد، این کافر است. میگه یعنی هر کسی که در راه منهج رسول الله است این رو کافر میداند، این صوفی است. این راههای پیدا کرده اهل بدعت و مبتدعه ها است که در عبادت، در دعوت، در جهاد به وجود آوردند. این صوفی های غلات است و رافضه ها هم به خودش راه و منهج پیدا کرد. ببینید هر یک اهل بدعت به خودش راه منهج هدی درست کرد که غیر راه و منهج و هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. صوفی ها آمد طریقه راه و هدی منهج صوفی، رافضه ها آمد راه و منهج صوفی با همه راهش، رافضه 12 امامیه یا که اسماعیلیه یا غیرش. خوارج آمد خودش را پیش گرفت و این چونین امروز در عصر من و شما مستغربین و آنهایی که غرب را از اسلام افضل میدانند، اینها آمدند و راه و منهج و نظام و حکم و دولتداری و سیستم داری غرب را از هدی و منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم افضل دانستند. خودشان را تسلیم به حکم غرب کردند، به حکم کفار، به حکم شیطان کردند. در زمان ما بله وجود دارند کسانی که خودشان را صوفی نمیگویند، ما صوفی نیستیم میگن، ما رافضه هم نیستیم میگن، ما همون اهل سنت هستیم میگن، یا که خودشان را حتی قیاس به صحابگان هم میکنند، خودشان را مبارز میگویند، خودشان را از سبحان الله اهل توحید میگویند. نه والله اونها از اهل توحید نیستند، اونها جنگ کنندگان اهل توحید هستند، اونها کشندگان اهل توحید هستند، اونها نابود کنندگان توحید هستند. اونها کسانی هستند که مستغربین، غرب شده ها، فرانسی شده ها، دموکراتی شده ها، علمانی شده ها، سکولاریسم شده ها، لیبرالی شده ها هستند که معجب به هدی و منهج کفار شدند. راه و رویش و منهج و برنامه و سیستم و حکومتداری دوستانشان از غرب را، از اروپا و امریکا را افضل می دانند. انظمه و حکم و احکام و دولتداری غربی کافری را، دموکراتی را کاملتر و افضلتر و بهتر از احکام رسول صلی الله علیه و سلم، از شریعت رسول، از هدی رسول صلی الله علیه و سلم میدانند. در همین زمان میگویند که دیگر راهی نیست، همین راهی مردم سالاری، راهی خوب، راه بهترین، این راهی هدی و منهج اروپایی است. والله به این سخنشان، به این اقرارشان، به این اراده و قصد و طلبشان کافر شدند. این کفرشان در توحید الوهیت است، اقرارشان در توحید، بگویم این شرکشان در ربوبیت و الوهیت و اسما و صفات است. پس اراده کردن شرک، قصد کردن شرک، طلب کردن شرک و یا جایز دانستن و افضل دانستنش، سبحان الله، این همه شرک است و در توحید الوهیت است.
ما به شما بیان نمودیم که یکی از نمود قسمهای توحید الوهیت، علما میگن این توحید اراده هست. اراده کردن الله، اراده کردن و قصد کردن الله و طلب کردن تنها الله. پس هر کسی که غیر الله را اراده میکند، غیر هدی و منهج رسول الله را اراده میکند، قصد میکند و طلب میکند، این کافر است، مشرک است. پس سبحان الله، یا کسانی هستند که میگویند راه و روش و منهج و برنامه و سیستم دولتداری و حکم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این عصر حاضر به این زمان ما صالح نمی آید، درست نمی آید، موافق نمی آید. هدی و منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم سختگیر است. برای همین امروز هدی و منهج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم موافق مردم نیست. سبحان الله، این هم کافر شده است و هدی و منهج غیر رسول الله را افضل دانستند. یا که کسی که تأویل میکند، تحریف میکند و میگوید که همون راهی که ما هستیم همین راه رسول الله است، همین دموکراتی که ما هستیم همین راه رسول الله است، همین لیبرالی، سکولاریسم، همین غرب پرستی، کفر پرستی همین راه رسول الله است میگوید. و بعضی از سخنهای باطل را میآورد و بعضی از دلیلهای قرآن و سنت که صحیح است میآورد و به عقیده باطل خودش حجت میآورد. دلیل صحیح است اما استدلال را خطا میکند و فاسد میکند. با همین تأویلش، با همین که حدی کفار را به حدی پیامبر صلی الله علیه و سلم برابر کرد، یا هر دویش را حدی رسول الله نامید، شرک کفر را حدی رسول الله نامید، باز کافر شده است. سبحان الله. پس یک فائده لطیف را شیخ خالد ابن المرض الغامدی در همین مسئله ذکر میکنن و میگن تفضیل هدی صلی الله علیه و سلم مما اتفق علیه الناس، بهتر بودن و افضلیت داشتن هدی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این همون چیزی هست که تمام مردم اتفاق کردند، حتی الکفار القریش مشرکون، حتی کفار مشرکون هم اتفاق کردند که هدی رسول الله بهترین است. ولذلك العلمانيون الذين يفضلون هدي الغرب على هدي الرسول اشد كفرا من قریش. برای همین میگن شیخ علمانیون، دموکراتیون، لیبرالیون، آنانی که هدی و منهج و دولتداری غرب را از هدی رسول صلی الله علیه وسلم افضل میدانند، کفرشان سختتر از کفر مشرکین قریش است. زیرا که میگن لأن کفار قریش قد اعترفت بأنه هو الصادق الأمين وفضلت حكمه في مواضع كثيرة وعملت رجاحه عقله وكمال هدي وحسن اخلاقه. زیرا که میگن قریش، کفار قریش، اینها کسانی بودند که اعتراف کرده بودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صادق الامین است و حکمش را در بسیار جایها بهترین حکم نامیده بودند و گفتند که عقل رسول الله، منهج رسول الله، هدی رسول الله بهترین است و افضل ترین است. اما بنام کسانی که خودشان را مسلمان میگویند و دموکراتی را، علمانی را، منهج و هدی غرب را میخواهند، از کفار قریش هم بدتر به کفر واقع شدند. بارک الله فیکم. پس از همین جا فهمیده می شود که اشهد ان محمد رسول الله طلبات دارد، مقتضا دارد. مقتضایش، طلباتش این است که متابعت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بکنی. طلبات و مقتضایش این توحید المتابعت هست، یگانه رسول الله را پیرو باشی، هدیش را، منهجش را، راهش را، برنامهش را، حکمش را، دولتداریش را، تمام نظامش را، جهادش را، خبرش را، اخلاقش را بهترین و کاملترین دانی و تطبیق نمایی. انمین طلبات اشهد ان محمد رسول الله. در عکس این حالت اشهد ان محمد رسول الله که گفته ای، این فقط یک سخنی پوچ و خالی است، به تو فایده نمی بخشد. اشهد ان محمد رسول الله وقتی که میگویی باید عمل داشته باشی، اعتقاد داشته باشی. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده به شما خصوصیت های حکم الله سبحانه و تعالی و حکم شریعتش را
به شما بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.